خب کارتون اولی که باز کردیم قرص مولتی ویتامین از برند جیمکت مناسب بچه گربه ها، حاوی ویتامین و تائورین و الکارنتینه. یه خوبی که داره بدون غلاته که باعث میشه هضمش آسون باشه. بخوام جزئی تر بهتون بگم همه چی داره، نون شب برای بچه گربه واجب تره. 70 تا قرص داخلشه که میتونید تو یه دوره یا 2 دوره مصرف بکنید. تاریخ انقضاش هم برج 7 سال 2026. مکمل بعدی از برند جیمکت مخصوص اون گربه هاییه که دیگه صاحبینشون رو کلافه کردن و موهاشون ریخته. من برای گربه خودم استفاده کردم، تا حد خیلی زیادی ازش جواب گرفته. شامل بیوتین، زینک، ویتامین هستش، بدون شکر اضافه و بدون غلات. تاریخ انقضاش هم 9/2026. قرص دنتال جیمکت که واسه حفظ سلامت دهان و دندان گربه خیلی مفیده. توش جلبک دریایی داره، عصاره نعنا داره و همچنین یه سری ساینده سلولوزی داره که باعث میشه جرم دندونا از بین بره و دهان خوشبو باشه. تاریخ انقضاش هم 9/26. قرص مالت جیمکت خیلی محصول باحالیه، بخاطر اینکه هم ویتامین ای داره، هم ویتامین دی داره و یه چیز دیگه به اسم ELM بارک که اگر اینو سرچ کنی خاصیتش شگفت زدت میکنه. تاریخ انقضاش هم 8/2026. اینم از مولتی ویتامین جیمکت مخصوص گربه‌های بالغ که حاوی تائورین، انواع ویتامین‌های ای و دی و سی و بتا گلوکان که باعث تقویت سیستم ایمنی گربه میشه و همچنین کاهش قند خون و کنترل کلسترول. انقضاش هم 8/2026.